خب با بالا رفتن سن خیلی از مردا با یه سری چالش‌های مشترک روبرو میشن. اما اگه بهتون بگم شاید جواب این مشکلات توی گیاه باستانی باشه چی؟ تو این بررسی میخوایم یه تحقیق علمی خیلی جالب رو کالبد شکافی کنیم که یه داروی طبیعی رو در مقابل یکی از معضل‌های رایج مردا قرار داده. بیاید ببینیم علم در این مورد چی میگه. ببینید اصل داستان همینه. یه طرف علائم ناخوشایند پیری رو داریم و طرف دیگه درمانهای استانداردی که خب خودشون میتونن خطرات جدی داشته باشن. دقیقاً همینجاست که میفهمیم چقدر به یه جایگزین امن‌تر نیاز داریم. بریم سراغ بخش اول، معمای مردان سالمند. قبل از اینکه دنبال راه حل بگردیم، اول باید خود مشکل رو درست بشناسیم. این معضل دقیقاً چیه و چرا درمانهای فعلی راستکار همه نیست؟ خب اسم علمیش هست هیپوگونادیسم دیرس یا به اختصار LOH. میدونم اسمش کم پیچیده به نظر میاد، ولی در واقع به یه مجموعه از علائم اشاره داره که خیلی از مردا با افزایش سن تجربهش میکنن. یعنی یه چیز واحد نیست. این علائم احتمالاً برای خیلی آشناست، از کم شدن انرژی و بی‌حوصلگی گرفته تا مشکلات جدی‌تری که واقعاً کیفیت زندگی رو میاره پایین. برای دهه‌ها راه حل اصلی که برای این علائم وجود داشته درمان جایگزینی تستوسترون یا به اختصار TRT بوده. اما این راه حل یه راه حل بی‌دردسر نیست. اینجا دیگه میرسیم به اصل ماجرا. TRT میتونه مؤثر باشه، شکی درش نیست، اما خطرات بالقوه‌اش واقعاً جدیه، از احتمال افزایش سرطان پروستات گرفته تا مشکلات قلبی. و مهمتر از اون، این درمان اصلاً برای یه گروه بزرگ از مردم مناسب نیست. یعنی کسایی که همه علائم رو دارن اما سطح تستوسترونشون تو محدوده نرماله. این دقیقاً همون نیاز برآورده نشده است که این تحقیق دنبال جواب براش میگرده. و حالا بخش دوم، یک رقیب طبیعی. با توجه به این خطراتی که TRT داره، محقق‌ها دنبال یه جایگزین گشتن و همینجا بود که توجهشون به یه گیاه خیلی قدیمی جلب شد، ماکا. این گیاه که تو ارتفاعات خیلی بالای پرو رشد میکنه، قرن‌هاست که مردم اون منطقه به خاطر خواص دارویی و غذاییش ازش استفاده میکنن. ببینید شهرت تاریخی ماکا یه بحثه، اما یه یافته علمی قبلی بود که واقعاً نظرها رو به خودش جلب کرد. اینکه ماکا میل جنسی رو بهتر میکنه اما سطح تستوسترون رو تغییر نمیده. این نکته کلیدی بود. یعنی این سوال پیش اومد که آیا میشه از مزایاش بهره‌مند شد بدون اینکه درگیر خطرات هورمونی بشیم؟ خیلی خوب، بخش سوم، در بوته آزمایش. شهرت و سنت به کنار، برای اینکه بفهمیم یه چیزی واقعاً کار میکنه یا نه، باید اون رو توی یه آزمایش علمی دقیق و مدرن تست کنیم. بیایید ببینیم محققا دقیقاً چطور این کار رو انجام دادن. برای اینکه ببینن ماکا واقعاً اثر داره یا نه، از معتبرترین و سختگیرانه‌ترین نوع آزمایش بالینی استفاده کردن. تو این روش نه شرکت کننده ها و نه حتی خود محققا نمیدونن کی داره داروی اصلی رو میگیره و کی داره دارونما مصرف میکنه. اینطوری مطمئن میشیم که نتایج قابل اعتمادن. پروسه مطالعه خیلی دقیق طراحی شده بود. اول 88 مرد که شرایط لازم رو داشتن انتخاب شدن. بعد کاملا تصادفی به دو گروه تقسیم شدن. یک گروه ماکای واقعی دریافت کرد و گروه دیگه دارونما. برای 12 هفته هر روز قرصاشون رو مصرف کردن و محقق‌ها هم تو هفته 4 و 12 علائم و سطح هورمون‌هاشون رو چک کردن تا ببینن اوضاع چطوره. بریم سراغ بخش 4، نتایج شگفت‌انگیز. خب، بعد از 12 هفته آزمایش دقیق، لحظه موعود رسید. آیا این گیاه باستانی تونست خودش رو ثابت کنه؟ بیایید ببینیم داده ها چی میگن. این همون سوال اصلیه. آیا این ریشه باستانی تونست توی آزمون علمی مدرن سربلند بیرون بیاد؟ جواب کاملا واضح بود. گروهی که ماکا مصرف کرده بودن یک کاهش فوق‌العاده چشمگیر تو علائمشون گزارش دادن. در مقابل تو گروه دارونما تقریبا هیچ تغییری دیده نشد. این تفاوت از نظر آماری خیلی قوی و معنا داره. خب بهبود علائم که عالیه، ولی سوال مهمتر اینه آیا این اتفاق به قیمت دستکاری هورمون‌ها و ایجاد همون خطرات TRT تموم شده؟ و نکته حیاتی ماجرا دقیقاً همینه. ماکا تمام این مزایا رو بدون اینکه سطح تستوسترون رو تغییر بده ارائه داد. این دقیقاً همون چیزی بود که محقق‌ها آرزوش رو داشتن. بهبود علائم بدون خطراتی که درمان‌های هورمونی دارن.
و این همه ماجرا نبود. گروه ماکا تو زمینه‌های دیگه هم بهبودهای قابل توجهی داشتن. از عملکرد جنسی گرفته تا علائم پروستات و همه اینها در حالی بود که هیچ عارضه جانبی جدی هم گزارش نشد. بخش آخر. خب این نتایج یعنی چی؟ اینا خیلی امیدوار کنندن. بیایید همه چیز رو کنار هم بذاریم و ببینیم پیام نهایی این مطالعه چیه. این جمله که مستقیما از نتیجه گیری خود مقاله برداشته شده، همه چیز رو خلاصه میکنه. محقق‌ها میگن ماکا میتونه یه گزینه درمانی مؤثر و در عین حال امن برای اون گروه بزرگی از مردا باشه که تا الان گزینه درمانی خاصی نداشتن. این مقایسه دیگه حجت رو تموم میکنه. تو هر معیار کلیدی از بهبود علائم عمومی گرفته تا عملکرد نعوذ، گروه ماکا عملکرد خیلی بهتری داشت، در حالی که گروه دارونما یا تغییری نکرد یا حتی تو بعضی موارد بدتر هم شد. البته هر مطالعه علمی محدودیت‌های خودشو داره. باید حواسمون باشه که این نتایج برای یه دوره 12 هفته‌ای و روی یه جمعیت خاص به دست اومده. برای اینکه مطمئن بشیم این یافته‌ها تو بلند مدت و برای گروه‌های قومیتی دیگه هم صدق میکنه، حتما به تحقیقات بیشتری نیاز داریم. این تحقیق به ما نشون میده که وقتی یه درمان سنتی رو با روش‌های علمی دقیق بررسی میکنیم، میتونیم به نتایج شگفت‌انگیزی برسیم. و این سوال رو تو ذهن ما باقی میذاره که چه گنجینه‌های دیگه‌ای تو طبیعت وجود داره که منتظرن تا علم اونها رو برای کمک به ما کشف کنه.